چرخ‌های تاردار همان چرخ‌هایی است که تقریباً در هر موتورسیکل دیده می‌شود. خیلی ها فکر می‌کنند که چرخ‌های تاردار ارزان است و به همین خاطر در موتورسیکل‌های معمولی استفاده می‌شود، اما این فکر درست نیست. در موتورسیکل‌های بسیار گران قیمت دنیا هم چرخ‌های تاردار استفاده می‌شود. اصل سبب قیمت نه، بلکه نوع استفاده آنهاست. چرخ‌های تاردار از چندین تار یا میله نازک ساخته می‌شود و این چرخ‌ها در راه‌های خراب، سنگلاخ یا جاهایی که ضربه سخت می‌خورد قرار بگیرد. زور ضربه بین تمام تارها تقسیم می‌شود. چون این تارها نرم و قابل انعطاف است، ضربه در همان تارها جذب می‌شود و به همین خاطر چرخ خراب نمی‌شود. اما چرخ‌های علوی چرخ‌های یکپارچه فلزی سخت و بی‌نطافند. اگر اینها با چیز شدید بخورد، در یک لحظه احتمال دارد خم شود و حتی در بعضی حالت‌ها کاملاً کج می‌شود یا ترک برمی‌دارد. در این حالت ترمیم آنها مخصوصاً در جاهای آفرود و راه‌های خراب تقریباً ناممکن است. اما در چرخ‌های تاردار اگر ضربه سخت بخورد، نهایتاً 1 یا 2 یا 3 تار می‌شکند که آسان عوض می‌شود و به همین دلیل بایکرهایی که آفرود می‌روند بیشتر موتورسیکل‌های چرخ تاردار می‌خرند. مثل چند روز پیش که ابراهیم مولنس یک موتورسیکل یاماها خرید و چرخ‌هایش هم تاردار بود، با اینکه این موتورسیکل بسیار گران است، اما چرخ‌های علوی معمولاً در موتورسیکل‌های ریسینگ استفاده می‌شود.